خیلی خوش اومدیم به قسمت سوم از سفر با بچهای استود. امروز میخوایم جای ارومیه رو بچرخیم، یه طبیعت بیک میخوام بهتون نشون بدم و کلی کار باحال داریم که بچهای استود انجام بدیم. اگه دوست دارین تا آخر این ویدیو با من همراه باشین، لایک و شیر و کامنت و سابسکرایب یادت نره. برو بریم. اینم از ویتامین 11 بچا، مکفلوریاش شاهکاره. یعنی این دفعه چیزای دیگه‌ش هم تست کردم، همش عالی بود و خفن. حتما بیاین ارومیه، حتما بیاین اینجا و حتما بستنیشو تست کنین، شک نکنین. بچا صدام دیگه واقعا در نمیاد. حساسیتم عود کرده، اصلا شبا خیلی بدتر میشه. ولی خب حالا هرچی هست ولاگ ادامه داره. ما اومدیم یه ولاگ نوستالژیک امروز درست کنیم. تمام این جایی که داریم میریم تو ولاگ قبلی هم رفتیم. اینجا کباب ممتازه که دوباره داریم میریم سمتش. کباب ممتاز واقعا آجی کبابش خفنه، برای همین تصمیم گرفتیم که دوباره بیایم اینجا و ببینیم نظر بچه‌های استود چیه. با ما همراه باشین، برو بریم ببینیم چه خبره. اگر یه شماره یک توی کبابیای ارومیه باشه واقعا کباب ممتازه. یعنی من خیلی حال میکنم با اینجا، جدی میگم. فقط این دفعه کباب آجی کبابشون خیلی تند نبود، اما واقعا کباب درجه یک و خوشمزه ایه. اصلا فکر نکنم تو هیچ جای ارومیه بتونی همچین کباب خفنی رو گیر بیاری. خب بچه، یه پروسه خیلی مهم داریم از اونجا که فقط یه ماشین داریم. اونم پروسه سوار شدن بچه هاست. بچه بریم. دیگه وقتشه بچه ها سوار ماشین شیم، بریم. بچه توی منظره زیبا امیر میخواد برامون یه شعر بگه. بریم من برام تصویر بگیرم. این شعر بر اساس کارهای آقای کیارستمی همین الان من براتون سرود بخونم. و باد ما رو خواهد برد زیر درختان زیتون،
به راستی که خانه دوست کجاست؟ همانجا که مشق‌های شبمان یادم رفت. همانجا که طعم گیلاس را چقدر خوشگله. بریم پایین. خب نفیسی جان ما رو کجا آوردی؟ داشت آفتاب اذیت میکنه ولی اومدیم سیلوانا عشق و حال کنار کوها. چی هست سیلوانا کجا؟ سیلوانا سدیه که روی یه رودی درست شده که اسمشو نمیدونم و در واقع یک مرزی حساب میشه بین بخش خیلی کرد استان و بخش خیلی ترک استان. اوکی گرفتم کجا. بچه‌ها بگی که دارن سایبون درست میکنن. به به به. میخوای ای وقت هست یه جوک بگم؟ جوک همون شیر و روباه رو. یه روز روباه میره کونه بچه شیر میزنه. بگم یه روز روباه میره کونه بچه شیر میذاره، بعد بچه شیره میره پیش شیر زخمی و نالان میگه بابا این اتفاقا برام افتاده، اینجوری شده اونجوری شده. بابا میگه اینجوری شده میگه آره اینجوری کرد اونجوری کرد. گفت کی بود؟ میگه نمیدونم کی بود من ندیدم. بعد شیره میگه الان من میرم پیداش میکنم حقش میذارم کف دستش. میره تو جنگل میچرخه و دنبال در به در دنبال این بوده که کی کونه بچه‌اش گذاشته. داشته همینجوری میگشته یهو روباه میبینه که شیر در به در داره دنبال این میگرده که کی کونه بچه‌اش گذاشته بزنه دهنشو سرویس کنه. در همین حین یهو گرگ میرسه به شیر. گرگ به شیر میگه دیدی شیر داره میچرخه تو جنگل چیکار داره میکنه؟ روباه میگه من یه خبر نداری؟ گوریه میگه نه والله من تازه رسیدم. بعد میگه نه اینجوریه که یکی رفته کونه پسر شیر گذاشته، بعد الان شیر از شجاعت و رشادت این آدمی که اومده با بچه‌ش این کارو کرده انقدر شجاع بوده که به خودش این اجازه رو داده، خوشش اومده میخواد بگیره اون کسی که این کار کرده رو بکنه شهردار جنگل. گرگ میگه جدی میگی؟ آره دروغم شه. میگذره و شیر داشته همینجوری که میگشته میرسه به گوریه میگه که نمیدونی کی کونه بچه من گذاشته؟ گوریه میگه چرا سلطان خودم بودم. میگه تو بودی؟ میگه آره خودم بودم. میگه باشه الان ردیفت میکنم. دستور میده که ببندنش به بزرگترین درخت جنگل و همه حیوونا بیان کونش بزنن. خلاصه روز موعود فرا میرسه و همه حیوونا میان تو صف، همه میکننش، زرافه، فیل، اسب آبی، این سوسکایی که کوچولوان پشکل میبرن، همه میکننش. آخرین نفر روباه بوده همین که میرسه دم کونه گرگه میاد حرکتو انجام بده، یه دونه میزنه در کونش میگه چطوری شهردار؟ خب بچه پایان پارت سوم از سفر با بچهای سود رسیدیم. امیدوارم که تا اینجا دوست داشته باشین. لایک و شیر و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ما هم کم کم یه خورده اینجا رو جمع کنیم و بریم. بریم